این هم عمو اکبر انشالله به دعای خیر شما حالش بهترم میشه. الهیم من روزای 56 خرداد ماست بیمارستان اومدم به مهر ساعت 10 شبه در خدمت آجاقان به نمکیم برای همه آرزوی سلامتی خوشبختی میکنم، برای که همه گرفتارهای دنیا از دست طلبکارهای بیخودی و گردن کلوفتای دنیا راحت میشن. نه خودمون، همه دنیا فرق نمیکنه. اونی که آفریقاست، اونی که اون سر کره زمینه. خدا انشالله پایه ظلم از بین میبره، چه داخل چه خارج خوب میشه. میاد انشالله با هم دیگه دوباره کار میکنیم. چه کاری بکنیم؟ چی کار کنیم؟ چی رو بسازیم بعد دیگه؟ انشالله قول اخراجی های آخر رو بده دیگه. اخراجی آخر؟ آره ببین با شریفینه یا بی شریفینه؟ نه دیگه اون باید باشه دیگه. ما نباشیم، ما موشیم، بعد اون دنبال ما باشه، ما دنبال اون باشه. لیلا خوشنمک نمیشه. بعد هم دینمکی های شریفینی ها فامیل اونم هست. خوب نیست هم دیگه بذاریمش کنم. نه نمیذاریمش. خداحافظ شما.